سرخط مهمترین خبرها: زاده تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس گرفتند. یک منتقد حکومت را در زندان جزا دادند و به درک شدن مرزبان تاجیک. شاهدل در کجاست؟ سلام بینندگان عزیز، تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 23 ژانویه سال 2026 است. قرار است امروز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شود. به گفته منابع آگاه، در این جلسه اعضای حکومت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و دیگر مقامداران شرکت می‌کنند. خبرنگاران رسانه‌های مستقل به مجلس سالانه دعوت نشدند. در نظر است که در این جلسه از کار حکومت در سال 2025 نتیجه گیری شده، نقشه و برنامه‌ها برای سال 2026 بررسی شود. در گذشته در جریان مجلس سالانه حکومت بعضی تغییرات‌های کادری صورت گرفته بود. دادگاه در ولایت مسکو روسیه یک زاده تاجیکستان را که به کشتن نورسی روس متهم می شود برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره پروکراتور ولایت مسکو در تلگرام خبر داده است. ایمامعلی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را هم دارد به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورسی 18 ساله روس را با کارت کشته است. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده بود. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شده از زنازنی میکنند. نورسان به سوی ایمامعلی توردیف از تفنگ شعله گیرنده آتش گشودند. به گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورسی روس زده است. نزدیکان ایمامعلی به رسانه‌های روسی گفتند او تنها از زنانی در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. فرزندان محموراد دادینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را به سبب و 1 ماه در حجره تنبیهی یا شیزان نگه داشتند. پسرش حبیب الله رضایف روز 22 ژانویه به رادیوی آزادی گفت پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواسته است که به سردار ریاست محبس‌ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چیست. پسر محموراد دادینف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به طبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ماه آگوست سال گذشته مظفر اشوران وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره‌های شناخته زندانی گفت بیمارخانه‌ای که در ساختار سر ریاست اجرای جزای جنایتی هست به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند. محموراد دادینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، ماه ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. دادینف را به اوباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساس ندارند. راه دوشنبه چناق، یگانه مسیر میان ولایت سوخت و شهر دوشنبه بعد یک روز بسته بودن برای روای نقلیات باز شد. در این باره شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه 22 ژانویه خبر داده است. این راه 21 ژانویه در پی باریدن برف زیاد بسته شده، یک ماشین سبک‌رو هم زیر ترمه مانده بود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس، تمام 2 روز اخیر در راه دوشنبه چناق به خصوص منطقه ورزاب 29 ترمه فرآمد. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه‌ها را آموزند. یک سرباز قشون‌های سرحدی تاجیکستان 1.5 ماه است که بی‌درک شده است. با گفته نزدیکانش و هم مقامات، شاهدل جورزاده، سرباز 20 ساله نیروهای مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین، از 8 دکامبر به این سو بینشان است. همکارم ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از ارشاد پرسیدم که این مرزبان در چه شرایط ناپدید شده است. مهرافروز جورزاده خواهر شاهدل به رادیو آزادی گفت روز 8 دکامبر برادرش همراه چند همخدمتش در نوبت پاسبانی بودند و برای آب رفته دیگر برنگشته است. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی ولایت ختلان هم به رادیو آزادی گفت روز حادثه شاهدل با 2 سرباز لب دریا آبگیری می‌روند. با گفته این همصحبت ما، بعد آب گرفتن شاهدل به همخدمتانش میگوید که شما روید، من از پستان میآیم، اما او بر نمیگردد. همخدمتانش دوباره به لب دریا میروند و میبینند که ستیل هست اما سرباز نیست. حادثه در دیدبانگاه دهه شاهان شده است. منبع ما گفت جورزاده را بار اخیر در نزدیکی آشخانه دهه شاهان دیدند. دادستان گارنیزون حربی کولاب در این رابطه پرونده باز کرده
جورزاده را رسما در کافتوکاب اعلام کرده است. اما چه فرض و گمان‌ها در رابطه با بینشان شدن این سرباز حالا صدا می‌دهند؟ مقامات انتظامی به خانواده جورزاده گفتند تا زمانی که از سرنوشت این سرباز خبر دقیق به دست نآید چند فرضیه مطرح است. از جمله سوال‌های مثل اینکه شاید او به سمت افغانستان رفته است و یا در همین حدود تاجیکستان قرار دارد. خواهر شادل جورزاده میگوید یک روز پیش از بیدرک شدن برادرش با خانواده تلفنی صحبت کرده بود. به گفته مهرافروز برادرش برای رخصت شده به خانه آمد و شرایط خدمت را وزنین گفته است. شادل جورزاده ماه اپریل سال 2025 از دهه بهار جماعت لایق شیرعلی شهر پنجکین به خدمت جلب شده بود است. او 8 ماه خدمتش را در قسم مرزبانی ناحیه شمزین شاهینی همسرحد با افغانستان سپری نمود. تشکر از همکارم ارشاد سلیمانی. این بار اول نیست که در مرز افغانستان با تاجیکستان سربازان ناگهان بینشان میشوند. سال 2013 سرباز اسکرعلی سیدوف در آخرین روزهای خدمتش در ناحیه دروازه ولایت ختلان ناپدید شده بود. مقامات پرونده باز کرده از پی جستجوی او شدند. سرنوشت این سرباز برای رادیوی آزادی تا حال معلوم نیست. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بگاه 22 ینور در شهر مسکو واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرید کوشنر دامادی دونالد ترامپ برگزار شد. با گفته یوری اوشاکوف یاور رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره واخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 ینور در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رایترز اوشاکوف تاکید کرده است که صلح پایدار بدون حل مسائل مرزی به دست نمیآید. استیو ویتکوف روز 22 ینور در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی داووس در شویتزاریا گفت طرفها برای سازش آتش‌بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. با گفته فرستاده ویژه ترامپ تنها یک مسئله حل نشده باقی مانده است. به احتمال زیاد این مسئله سرزمین است. بنگاه بلومبرگ هفته گذشته نوشت که ویتکوف و کوشنر با پوتین نقشه صلح ایالات متحده برای اوکراین را پیشنهاد میکنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 ینور را فرا میگیرد. بوستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرافشن امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغ می باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروان آیین زردشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارزی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است، شاهد استیلای اسکندری مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ینور سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریباً پر از زیر خاکولای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متری خاک بالای 10 منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعد فاجعه شراره گذاشتند. 23 ینور سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش باد پرکباز و هزار خورشید تابان را در فهرست 10گانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است به 10 زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلم سازان هالیوود هم گردید. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامان یک باره بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 928 930 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 23 ینور چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. با امید دیدار در هفته آینده.